شعر اولی که بخوانم از استاد خلیل الله خلیلی است، یکی از شاعران بزرگ افغانستان که در ایران هم مردم یا ایرانیا میشناسند. چندین مجموعه اشعارش در ایران هم چاپ شده. یکی از شعرهایش که در مورد نوروز نوشته میخوانم. ما افغانها از سالهاست که نوروز نداریم. استاد خلیلی در مورد نوروز نوشته کرده که گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید، خون میدمد از خاک شهیدان وطن وای، ای وای وطن وای. گلگون کفنان را چی بهار و چی زمستان، خونین جگران را چی بیابان چی گلستان، در کشور آتش زده در خانه ویران، کس نیست زند بوسه به رخسار یتیمان، کس نیست که دوزد به تن مرده کفن وای، ای وای وطن وای. از سینه هر سنگ تو خون میدمد امروز، از خاک تو مستی و جنون میدمد امروز. آن لاله چی دیده که نگون میدمد امروز، و آن سبزه چرا زرد و زبون میدمد امروز. سرخ است به خون پا و سر و سمن وای، ای وای وطن وای.